امروز اومدیم با ویدیو ماینکرافت با همراه سامان. الان میریم تو ماینکرافت. سامان سلام علیکم بکن دیگه. سلام درود از بچه ها، چطور حال شما؟ اصلا من خود سامان تمنزاده و به منم میگن سامان کلاخ. عمود آتیشی میگن. عمود آتیشی هم نه، عمو گیم میگن. امروز اومدیم با عمو گیم بازی خیلی خوبی بچه ها. امروز اومدیم با یک بازی دفاع از خونه. این بازی نگاه کن، ببین نشونت بدم. اینه، اینها، اینو میزنی روش، کلیک میکنی. واقعا اینم روش کلیک میکنی، بعدش اینو میزنی تا راحت تر بشی. میتونی حتی برای خود دستش مثلا بذاره، اما من دیگه نمیذارم. میری توی بازی اینقدر خوبه که من اصلا شاخ در آوردم. اما گیم شاخ در آورده. سامان میگه اسم منم عمود آتیش است. به نظر تو اسم خوبیه یا خوبی نیست؟ اگه خوبه تو کامنت ها بگید. الان میریم داخل بازی. الان بریم اون اینو میزنید، یه صدا خیلی عجیب میاد. من دارم میرینم به خودم اصلا. نگاه کن چقدر خوبه. اینجا رو میبینی؟ به جان تو خیلی بازی خوبه. دار دیدید؟ بودم الان زامبی میاد. الان میاد کنار اینو میزنی و اینو میزنی. اینقدر چیز میده. الان ما اینا رو بندازیم دور، برای خودمون چیزا خوبی بیاریم. چیه مگه نه؟ نگاه جان تو خیلی خوبه. اینا رو هم دارم. این زرده رو خیلی خوبه. اینا هم خیلی خوبه. نگی بدن، به خدا بگی بدن میکشمت. اینو ببین سم وارد بدن زامبیا میکنه. من ستا میذارم دیگه. این بفر میندازه، گولی بفر. آدم میکنه یخ هم نمیکنه، اما دیگه میکشه دیگه. اینا خیلی خوبه. من اینو میذارم رو اینجا، که میذارم رو اینجا. اینجا میذارم رو اینجا. زمانی
خداحافظی کرد و رفت. بله خداحافظ تا یک ویدیو دیگه. اینا رو میتونم بکنم. خداحافظ تا یک